جمهوری اسلامی افغانستان کشوری است که طول 200 سال اخیر تنها در مقاومت‌های سیاسی، کشمکش‌های سیاسی، گیوپولیتیکی چندین دولت‌های جهان در داخل خود قرار دارد. بعد نخستین تبادلات دولتی که با سروری زنده‌یاد نور محمد ترکی انجام شد، این کشور بیشتر در علنگه جنگ خانمانسوز شهروندی وارد شد که چندین فرزندان آبرومند این کشور بیرون از خاک پاک وطنشان گردیده امروزا در مناطق گوناگون جهان عمر به سر میبرند. اما میان این فرزندان کسانی یافت شدند که مبارزه سیاسی را از تمام راه‌های دیگر اولاتر دانسته یراق به دست گرفته برای آزادی وطنشان از نیرنگ امپریالیسم جهانی دست به فعالیت زدند. که یکی از این رادمردان که سالهای جوانی خود دست در گیرگم‌های زیاد برای حمایت از دین و آیین زده بود، مرحوم احمدشاه مسعود بود. احمدشاه مسعود شخصیتی است تشکیل کننده یک مکتبی حمایت از وطن، مکتبی آزاداندیشی، مکتبی آزاد بودن در قلب فکر خود و مکتبی پاکی وجدان می باشد که طول بیش از 30 سال در سنگرهای گوناگون با هرده‌های گوناگون کشورهای مختلف جهان روبرو جنگیده است و باری هم از راه و مقصد خود یک وجه هم پس نگشته است. مقصد اساسی مبارزه احمدشاه زنده‌یاد این آزادی وطنش از نیروهای امپریالیستی جهان و مثل امریکا و بریتانیا و عموما کشورهای عضو ناتو بود. در قطار این بدبختی‌های برادران افغانیمان جنگ‌های شهروندی در حدود تاجیکستان نیز علنگه گرفت. دایره‌های غرضناک سیاسی جهان که از کشورهای ابرقدرت جهان عبارت بودند می‌خواستند که این دو کشوری همزبان، همدین و برادر را در لانه‌هایشان با دستان برادران و فرزندانشان آغشته خون نمایند. اما همه وقت خداوند نگهبان این مردم مظلوم بود و یک قسمت نقشه‌های خونین این شیطان تباران خاک خورد. و باری در یک از کنفرانس‌های مطبوعاتی دایر به صلح تاجیکان از استاد بزرگ احمدشاه مسعود پرسیدند که خوشبختی خود را در چی می‌شمارد؟ و در جواب گفت وقتی که در تاجیکستان صلح برقرار شود، اما آن روز من خوشبخت‌ترین کسم. آری، یک قسمت افتفهمان این مرد بزرگ را به یک ملت یا به یک دولت پیوست می‌سازند و می‌گویند که احمدشاه مسعود در داخل افغانستان یک ملت را حمایت می‌کند. اما این افتفهمان نمی‌دانند که احمدشاه مسعود مرد مبارزی راه حقیقت، مردی است بیرون از حدود ملت، بیرون از حدود کشور، بیرون از حدود یک دین و آیین. او مردی است که هم در افریقا و امریکا، هم در چین و پاکستان و هندوستان یک رنگ او را آفرین می‌خوانند و فرزند خود می‌شمارند. این شیری پنشیر نام مادری افغان تاجیک ایرانی را، نام مادری مسلمان را و من نام بزرگ مادر را در جهان بلند برداشت. یعنی با این میگوید که خداوند آنقدر بزرگوار است که چنین مادرانی را آفریده است چون احمدشاه مسعود فرزند به دنیا آوردند. در روزهای سالگرد فوت احمدشاه مسعود ما در یک از جاده‌های شهر مسکو فدراسیون روسیه شخصانی را برخوردار گشتیم که یک پاره زندگانی خود را با حامل صاحب احمدشاه مسعود پشت سر کردند. دوستی عزیزی ما اعظم هدفمند که در این روزها در تحصیل در روسیه قرار دارد از یک پاره حیاتی گذشته خود که با حامل صاحب پیوستگی داشته است یادآور شده میگوید. مسعود بزرگ شخصیتی است که امروز نه تنها افغان‌هایی که در افغانستان زندگی میکنند از شخصیت رادمرد و خستگی ناپذیر مسعود بزرگ تجلیل میکنند و یادبود میکنند، بلکه در تمام جهان، در تمام کشورها، چه در آسیا، چه در اروپا، چه در امریکا، چه در کشورهای آفریقایی، سودان، دانشگاه خرطوم و کشورهای آمریکایی و استرالیا و کشور فدراتیو روسیه دیگه از شخصیت و آزادگی و ابعاد شخصیتی مسعود با عنوان یک رهبر مدبر، یک مکتب، یک دانشگاه از او یادبود میکنند و از راهکارها و برنامه‌هایی که او در طول مبارزات خود با عنوان یک اصل پذیرفته بود یادآوری میکنند و تحفه دعا میفرستند. احمدشاه مسعود در صحبت‌های آخرین گفته بود که آنها نه مقابل طالبان می‌جنگند بلکه مقابل کشورهای بزرگ جهان در مقاومت هستند، چون که جنگیان طالبان از نقشه‌های خونین کشورهای اروپا و امریکا استفاده می‌کنند. میگفت در صحبت‌هایش به خبرنگاران. احمدشاه مسعود در صحبت‌هایش چندین بار اشاره کرده است که او شب و روز در فعالیت بوده است و او بعد هر یک حمله که به دشمن میکرد و کمه او را میشکست، اما شب با اردوی خود در مسافه 30-40 کیلومتر تا آمدن صبح صادق طی میکرد تا دشمن از او آثاری نیابد
و نقشه سر نیست کردن او ترتیب دادن نتواند. او عبادت میکرد، شعر میگفت. عبادتی او در راستای خداوند در راه آزادی وطنش بود. موضوع شعر او نیز موضوع خوشبختی و آبادی وطنش بود. احمدشاه مسعود با این قهرمانیش مکتب جدیدی به مثل مانند جنگ‌های چریکی را در راه حمایه وطن، ننگ، ناموس نه برای مردم افغانستان بلکه برای جوانان کشورهای منطقه و جهان تشکیل کرده است. اعظمی هدفمند که یک قسمتی زندگانی کوچک خود را با این مرد حقیقت پرور گذرانیده است، در این راستا با یک علم دل میگوید. بزرگترین مکتبی را که مسعود برای نسل جوان، نه تنها برای نسل جوان افغانستان بلکه برای تمام نسل‌های جوان کشورهای منطقه و جهان و بشریت، فقط مکتب استقلالیت، نه تنها استقلال یک کشوری، استقلال فکری، استقلال دینی، استقلال وطنی و استقلال ایدئولوژی بود که باید هر انسان به خاطر آزادی انسان و کشور خود به پا بخیزد و در مقابل هر نوع استعمار مبارزه بکند. مکتب مسعود مکتب اخلاق، مکتب مسعود مکتب رشادت، صمیمیت، اخوت و محبت و برادری بود. مکتب مسعود مکتبی بود که امروز به عنوان یک اصل تمام نویسنده های کشورهای اروپایی و آسیایی و کشور فدراتیو روسیه به عنوان یک مرد آزاده او را میشناسند و از او تمجید و تحسین میکنند. کارشناسان مسائل سیاسی و سیاستمداران سابقه دار جنگ افغانستان میگویند که مرگ این مرد خدا باعث آغاز گشتن جنگ‌های شدید شهروندی، خونریزی‌های مردم بیچاره مسلمان در کشورهای عرب، عراق، لیبیا، مصر و سوریه گشته است. مرگ احمدشاه مسعود بزرگ باعث بلند شدن سطح تروریسم، فروش مواد مخدر در منطقه گشت. مرگ او با حاکمان خونخوار و خونریز دیگری کشورها باوری زیادی را آورد که چون احمدشاه را شکستند پس هر کسی دیگر را شکستن خیلی آسان می باشد. از همین خاطر مرگ او زندگانی بیچارگان، اشخاص کمبیزاحت و مردان اصیل و علم و فرهنگ را در کشورهای همسایه افغانستان و منطقه بیشتر به تاریکی کشید. آقای مسعود زنده یاد چندین بارها جنگ‌های چریک افغانستان را به دایره‌های خیانتکاری که در حدود کشورهای پاکستان عمل می‌کردند ربط می‌داد و تکرار به تکرار می‌گفت که این جنگ به منفعت کسی نیست. این جنگ تنها نقشه‌های خونخوارانه دشمنان خارجی ما را پیاده می‌سازند و باعث نیستی مسلمانان جهان خواهد بود. احمدشاه مسعود در یک از صحبت‌های گذشته‌اش گفته است. مگر این نکته را فراموش کرده نمیتونیم که بعضی از سازمان‌ها در داخل پاکستان، مخصوصاً آیسای در داخل پاکستان، پروگرام‌های به خصوصی را در قسمت افغانستان طرح داشت و تعقیب کرد که او پروگرام‌ها قسمی که امروز می‌بینیم نه به نفع اسلام بوده، نه به نفع ملت افغانستان بوده و نه به نفع ملت پاکستان بوده. و من یقین دارم پروگرام‌ها و طرح‌هایی را که آیسای داشت و تعقیب می‌کرد اکثریت سیاستمدارای دورفکر پاکستان و ملت پاکستان با او پروگرام‌ها مخالف بوده و مخالف است. مرگ مسعود بدبختی سنگین را به سر مردم مبارزی راه آزادی در منطقه آورد. آنها را دلشکسته کرد، کشوری عزیزش را باز بیشتر در آغوش کشت کوکنار و فروش هروئین قرار داد و امیران بیگانه تبار را که نه ملت را میشناسند و نه دین و آیین را هشدار داده است که نیروی مردم ناشکستنی است و کاسه طاقت مردم روز لبریز خواهد شد. اما با رفتن عامر مسعود حاکمان وقت باوری کاملا سر کردند که با ریختن خون دریاوار مردم بیچاره، مردم زیایی را شکست ممکن است و بیشرمانه با سرکوب کردن مردم خود، با گلوگیر و نفس تنگ کردن زیایان خود امروز با این عملی ننگینشان سر قدرتند. احمدشاه مسعود در قطار بنیادگذاری‌های اساسی صلح تاجیکان خدمت شایانی را کرده است. مصلحت‌های او نصیحت‌هایی بودند که دو طرف به هم زید که در سنگرها با هم دشمنوار می جنگیدند به هم آمدند. مسعود بزرگ فقط توصیهش برای تمام مردایی که
به خاطر آزادی و استقلال تاجیکستان اسلحه برداشته بودند و در ساحات مناطق افغانستان آمده بودند که میخواستند که از طریق اسلحه بروند به طرف کشور تاجیکستان جنگ بکنند و استقلال تاجیکستان را به دست بیاورند. بزرگترین توصیه مسعود امی بود که شما به عنوان عضو خانواده ما، همزبان ما نمیخوایم به خاطر تاجیکستان از بین بره، تمام تأسیسات و فابریکا و کارخانجاتش منهدم شود و نابود شود، مکتب و مدرسه و دانشگاهش از بین برود، خلق تاجیکستان بی سواد تربیه شود. ما فقط توصیه است که شما بروید به طرف صلح و وحدت ملی و استقلال، آوردن یک صلح سراسری در کشور تاجیکستان، به خاطری که امروز دشمنان ما در عقب از ما و شما به عنوان یک ابزار استفاده میکنند و میخواهند که یک برادر در مقابل دیگر برادر از بین ببرند و نابود بکنند. بالاخره تصمیم به این گرفتن که جناب رهبر مدبر و آگاه و دانشمند و عالم استاد برهان الدین ربانی شهید، قهرمان ملی افغانستان شهید احمد شاه مسعود، که زمینه را مساعد ساختن برای دعوت جناب عالی امام علی رحمان که چندین مرتبه جناب ایشان تشریف آوردن در فرخار افغانستان و بالاخره زمینه صلح را با حکومت تاجیکستان به امضا رساندند. مردمی شریف افغانستان با سروری فرزند فرزانه خود احمد شاه مسعود چندین بارها در کنفرانس های بین المللی در کشورهای ابرقدرتی جهان آواز بلند کردند که جنگ افغانستان نه تنها ضرر به این کشور خواهد آورد، بلکه این جنگ می تواند با هر راه هم کشورهای منطقه و کشورهای جهان را نیز به کام خود کشد. با تمام این مشکلات آیا مسعود استراحت میکرد یا خیر؟ تنها خداوند میدونست. او آینه تربیت آداب برای همسنگرانش بود، با آنها ورزش میکرد، کوشش به خرج میداد که همیارخانش دائم با مثل او صحتمند و بردن باشند. چون این وقت این را تقاضا میکرد. منزلی او کوهها و تیپهای وطنش بود. در این شهر یا آن شهر منزل زیادی نداشت. در نوارها میدیدیم که یک خانه عادی دیاتی که از پدرش باقی مانده است بود و خلاص. آقای یفتری دوست دیگری افغانی ما که از این جنگ ها و خونریزی‌ها در کشورش خیلی راه مانده بود، از شخصیت مسعود این طور گفت: کشورهایی که زیر استعمار دیگران است باید آزاد زندگی بکنند. چرا یک کشور در تسلط دیگر کشوری باشد که با او حکم روایی بکنه و هر چیزی که آن خواسته باشد بقبولند براش؟ به همین اساس بود که احمد شاه مسعود از زمانی که در پلی‌تکنیک کابل دانشجو بود، محصل بود، از اونجا دید که واقعا مردم افغانستان توسط تجاوز دیگران به خاک خون کشانیده می شوند و واقعا آزادی از او پایمال می شود. و همین ترتیب به مبارزات آزادی خواهانه، به مبارزات عدالت خواهی، به مبارزات صلح دوستی بین ملت های افغانستان، بین اقوام، تمامی که اقوامی که در افغانستان است، میخواست که یا برادرانه به شکل برادری، به شکل دوستی، به شکل مصالحت آمیز در یک کشور آزاد زندگی بکنم. و همیشه او میگفت که ما آرمان و آرزوی ما این است که ما در بازسازی افغانستان در برابر ملت خود ما سهم داشته باشم. اما بدبختانه جنایتکاران خارجی با همکاری جنایتکاران داخلی این مرد بزرگوار، این مردی که واقعا انسانی بود که در ردیف شخصیت های برجسته جهان قرار ما میتونیم را بدیم، این میخواست کشور ما آزاد زندگی بکنه، دوباره بازسازی افغانستان صورت بگیره، افغانستان آباد شد، مردم افغانستان آبرومندانه با عزت با اعتبار خوب زندگی بکنن. ایرا نوجوان مردانه به شهادت رساندن.
چون در بالا قید کردیم که مسعود بزرگ از خود یک مکتب یا بالاتر از او یک سیستم مکمل را باقی ماند که این سیستم را هر یک فرزند وطن دوست و آزاداندیش با طور خود تحلیل میکند، با طور خود راه اندازی میکند. آقای یفتلی میگوید واقعا او اگر خودش رفت امروز او زنده است در قلب میلیون ها انسان، نه تنها افغانستان، در قلب انسان هایی که واقعا عشق به مکتبی از او دارند، عشق در راهی از او دارند. و راهی از او چی بود؟ استقلال، آزادی بود. و او آرمان داشت که تا که زنده هست و راستی مبارزه کرد، حتی تا سرحدی که شما اگر یاد داشته باشید از او سوال کردن ژورنالیست ها که زمانی که تمام ساحه افغانستان را کشورهای بیرونی یا طالب بگیرد شما چی خواهد کردین؟ او در جواب گفته اگر به اندازه یک کلاه هم جای برای ما بماند، ما از استقلالیت خود، از ننگ و ناموس خود، از مردم خود ما مبارزه خواهد پرداختم. و بالاخره این مکتب را ایجاد کرد، سیستم را ایجاد کرد که امروز این سرمشق راه کسایی هستند که نه تنها در افغانستان، در کشورهای دیگه هم جوانها خصوصا از این مکتب پیروی میکنن و به همین ترتیب به طرق مبارزه‌ای که او مبارزه میکرد مبارزه میکنن و راهی از استقبال میکنن. در افغانستان هم به همین ترتیب امروز شما میدانید که بیشتر از 53 کشور اونجا داخل شده، اما مردم ما به تفاوت نیستن، همه تشنه راه تحقق یافتن مکتبی از او هستند که مکتبی از او استقلال آزادی را میخواست. بنابراین مکتبی از او تا به ابدیت دارد و همیشه زنده خواهد بود، راهی از او ادامه خواهد پیدا کرد. آری احمدشاه مسعود رئیس جمهور نبود، اما دانشی دریاور، آداب عالی خداداد داشت. انسانی کامل بودنش او را به بزرگترین سیاستمداران جهان مانند میکرد. وطن دوستدار بود، نه وطن فروش. به مردمش مهر و محبت میکرد، نه سرکوبش را مینمود. برای وطن آماده بود جانش را فدا کند، نه وطنش را میدوزید و ترکه میکرد. با شکست کامل اتحاد شوروی از دست احمدشاه مسعود 15 جمهورهای داخلی آن آزادی خود را اعلام کردند. و چیزی از همه مهم، طبق اطلاع رسانه‌های جهان، طول تمام نبردهایش در سنگرها تا در قدر حیات بودنش یگان اسیری به اسارت گرفته را حکم قتل نداده است. در انتها با این 4 مصرع برنامه را به پایان می‌رسانم که مصرع‌های بری وطن گریستن و جان دادن به احمدشاه بزرگ تعلق دارند. یکی ده برای خیشتن میگیرید، یکی ده برای گور و کفن میگیرید، یک زمره وطن فروخته و خندانند، چندی دیگری بهر وطن میگیرد. در سنگر تو خدا یارش باد، خدا یارش باد. مرد آمدی و مردانه رفتی، شاخ جوانیت را شکستی، در دین در نجات مردم، نامت مبارک، نامت